دوست داری که پس زمینه ویندوزت از یه چیز ساده به این یا چیزای خیلی خفن دیگه مثل این که من خودم آوردمش تبدیل بشه؟ خب بریم با هم یاد بگیریم که چجوری میتونیم این کارو بکنیم. خب بریم که یاد بگیریم. اول باید این رو سرچ بکنید download lively wallpaper و اینو بزنید و اینجا از سایت یاس دانلود یا هر سایت دیگه که میخواید ترجمه ایرانی باشه کلیک میکنید، میایین پایین تا برسیم به این قسمت. این رمز رو کپی میکنید، با این دکمه راست کلیک کنید و میزنید یا کنترل سی و این دکمه رو کلیک کنید تا دانلود شه. بعد از اینکه دانلود شد فقط بذارید منم باتون دانلودش کنم. اینو میزنیم تا دانلود شه. تا دانلود شه من ویدیو رو استاپ کنم. بعد از اینکه دانلود شد میکشین و میارینش این قسمت. حالا که آوردینش این قسمت روش کلیک میکنید، انتخابش میکنید و اکسترکت هیر رو میزنید و اون پسورد رو میزنید. الان من نمیزنم دیگه، اینو از اینجا میزنم و صبر میکنیم تا اکسترکشن. بعد از اینکه اکسترکت شد اینجا فایل رو انتخاب میکنید و اینجا این رو میزنید و اینجا انگلیش رو انتخاب میکنید. اینو کنسل کنید چون من از قبل دانلودش کرده بودم برای شما، ولی اینا نمیاره. نکست دانلود اینا رو میزنید و قبول میکنید. حالا وقتی که برنامه اومد باید بازش بکنید. حالا وقتی که باز شد اینجا تو این قسمت شما یه سری چیزا رو ندارید. برای مثال شما اینو ندارید، اینو ندارید دیگه، اینو ندارید و اینو ندارید و اینا رو کلا. و برای مثال شما شاید از یه سری چیزا خوشتون بیاد مثل این رینه. اگر اینو بیارید برای شما یه کوه، اما اگر میخواین این تغییر پیدا کنه روی این 3 نقطه بغلش میزنید روی این سفارش سازی رو میزنید و اینجا میتونید این سیتی لایت رو مثلا تغییر بدین به این و مثلا اوکی بزنید. همونطور که میبینید تغییر پیدا کرد. اینجا خیلی چیزای خوبی داره، مثلا برای مثال این که اگر مثلا انتخابش کنید اینجوری موس رو تکون بده اینجوری میشه. زیاد خوب نیست، من سردرد میگیرم اینو بزنم. من اینو اینجوری رنگی کردم، اینم زیاد دوست ندارم. اما شما برای مثال میتونید این خب داشتم میگفتم الان برای اینکه بفهمیم باید یه سری کارا انجام بدیم. برای مثال باید گوگل کروم رو باز کنیم و اینو بزنیم. حالا اینجا باید بزنیم برای مثال download live BMW wallpaper اینو میزنیم یا هر چیزی که دیگه که میخوام. اینجا میتونیم برای مثال از سایت های مختلف، برای مثال این فکر کنم اینم فری اینو اشتباه نکنم، صبر میکنید تا لود باید بشه. بعدش برای مثال سایت هایی که والپیپر زنده میزن، برای مثال لایف والپیپر اینجا میتونید مثلا 4K اینجا این سایت خیلی سایت خوبیه. برای مثال اینطور که میبینین کلی چیز میز داره. برای مثال من اینو میخوام، اینو میزنیم اینجا نگرانی میتونیم بفهمیم چیه. اینجا 4Kش همینطور که میبینین اینقدره، یا مثلا
چیزای دیگه که بخوام دانلود کنم، این ماینکرافت خیلی چیز قشنگیه، اینو دوست دارم. 4K 14 مگه، اینو میزنم تا دانلود بشه و ثبت میکنم. کلی چیز دیگه، هر چیزی که دلتون میخواد و میتونید داشته باشید. خب دانلود شد. حالا اینو اینجوری باز میکنیم، نه نمیخواد، وارد برنامه‌مون میشیم. اینجا صبر کنیم، داشتنش این به علاوه رو میزنیم، اضافه کردن پس زمینه. اینجا یک فایل رو انتخاب کنید و میزنیم اینجا، اینو فایلمون انتخاب کنیم، اوپن میزنیم. اینجا میتونید برای چیزهای مختلف انتخاب کنید که من نمیخوام، اوکی رو میزنم و یک کوچولو باید صبر کنیم تا این بیاد. خب الان اینطور که میبینید اومد و خودش هم انتخابش کرد. اینجا همینطور که میبینید الان من یه پس زمینه قشنگو دارم از بازی ماینکرافت. خیلی چیزای مختلفی دارم، مثلا یکی از چیزای بالش اینه که با موس مثلا وقتی اینو تکون میدین، مال موس رو تکون میدین، اینم تکون میخوره. خیلی خلاصه برنامه خوبیه. هر کمکی که خواستید بگید و من سری کامنتاتون رو جواب میدم و ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید، چنل منو سابسکرایب کنید و اگرم دوست داشتید مثلا میتونم یه سری بازی رو شروع کنم یا مثلا هر چیزی که دلتون میخواد، یا مثلا آموزش نصبه چیزی و آموزش کاری رو بزنم. حتما اگر تونستم براتون میذارمش و ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.